استاد خواستم که در مورد پرانا برامون توضیح بدین. پرانا یک واژه سانسکریت به معنی انرژی حیاتی، نیروی زندگی. ناگفته نماند که برای پرانا علاقمندانی که با این فضا آشنایی دارن، کلا با دانش پرانایاما که یعنی کنترل انرژی حیاتی و کلا با یوگا، داستانهای زیادی متاسفانه درست کردن و یک شکل غیر واقعی یا یک مفهوم غیر واقعی از این موضوع که به واقع در همه جا وجود داره ساختم. ببینید، پرانا رو ما بخوایم توصیفش کنیم، الان اینجا من نشستم، شما اینجا حضور دارین همگی. انرژی هایی که اینجا هست، انرژی که توی چراغی که توی این سنگ نمکه، نوری که توی این پروژکتور هست، صدای بادی که الان از پشت گوش من میاد از این هواکش گه و گاه به گوشم میرسه، چون بهار هوا مرتب در تقلا و قلیانه. انرژی که توی این گیاه هست، گیاه زنده، که وقتی آب میریزیم به ریشه این گیاه، آب میاد توی ساقش و زندگی ایجاد میکنه. نیرویی که توی تون صدای منه، تو حس شنوایی شماست. الان شما مخاطب که دارید این برنامه رو توی گوشی خودتون میبینید یا توی تبلتتون، توی صفحه مانیتور میبینید، اون انرژی که اونجاست، باز انرژی که توی آفتابه، انرژی که در باده، انرژی که توی این گرمایی است که این لیوان آبی که الان من دارم هنوز یه مقداری گرما داره، آب جوش بوده. تمام این انرژی‌ها، تمام این نمادهایی که نام بردیم پراناست. به یه عبارت دیگه ما میتونیم بگیم پرانا یک انرژی خامیه در طبیعت، میتونه به تمام انواع انرژی دیگه تبدیل بشه. اگر یک مقداری فراتر بریم، یعنی از حیطه زمین ذهن و توجه رو بالاتر ببریم به نزدیکترین کوکبی که به ما نزدیکه، خورشید منظومه شمسی، اون رو بررسی بکنیم، منبع و منشأ تمام انرژیایی که توی زمین وجود داره، چه حیاتی، چه در جمادات، چه در گیاهان، در حیوانات، اون پرانا و انرژی است که از خورشید ساخته میشه و به تمام این سیارات داده میشه. و اینجا کره زمین که نقش گیرنده است، این پرانا رو از طریق میلیاردها میلیارد ان فوتون از خورشید میگیره، در دل خودش میاره، پرورش میده و آبستن خلاقیات میشه. گیاه به وجود میاره، جانور به وجود میاره، آتش فشان به وجود میاره، باد، سیل، زلزله، حرکت رودخانه، حرکت ابر، باران، برف، به طور کلی حیات در کره زمین به وجود میاره که تمام موجوداتی هم که اونجا هستن از این حیات آغشته و بهره مند میشن. این تجلیات یا این توصیفات که گفته شد، اینها پرانا هستن. حالا در هر کسی به یک صورتی خودشو بیشتر نشون میده. در یک ورزشکار یا یک فوتبالیستی که چجوری بگم گل‌های طلایی میزنه و شهرت فوق‌العاده داره، پرانا اونجا در مایچه های بدنشه، در ذهنشه، در اون ذهن تیزشه که کی این کارو بکنه. در یه دانشمند بزرگ که نجوم رو مطالعه میکنه، در کشفیاتشه. در یک موسیقیدان خیلی بزرگ، در اون تولیداتشه که اگر چند قرنم بگذره باز کهنه نمیشه. در یک عارف و یک شاعر بزرگ
باز در اون اشعارشه که اگر هزاران سال بگذره ما اون اشعار هم مطالعه بکنیم میبینیم که مال امروزه. میدونید؟ و در یک مدیتیتور که نشسته مدیتیشن میکنه، اگر کارش خوب انجام بده، در اون حضور ذهنش، در ارتباط با عوامل زمان حال، در آگاهی نابش، در اون ذهن تیز و برندش بروز میکنه. در یک کودک سالم، هم ذهن سالم هم جسم سالم، در اون زیبایی که در چشماشه، در پوست صورتشه، در معصومیت نگاهشه، در اون خنده یا اون اشکی که از چشم سرازیر میشه، یا در یک حیوان شکارچی مثل ببر، مثل عقاب، در نگاهشه، در اون خرامیدنشه، در اون جهیدن به روی طعمشه. به هر حال در هر جایی که حیات وجود داره، جذبه ای از حیات وجود داره و یک زیبایی وجود داره، یک حرکتی وجود داره، پویشی وجود داره، اونجا پرانا نقش خیلی مهمی داره. و ناگفته نماند پرانا یا انرژی حیاتی ابزار وجود ماست، فاقد شعوره. یعنی با آگاهی ما که ترکیب میشه، اون موقع میشه زندگی، اون موقع ذی شعور میشه. ولی متاسفانه اکثرا برای پرانا هویت و شعور و آگاهی تعریف کردن که کاملا غلطه. یعنی پرانا شعله شمعه. اون کسی که زیر شعله شمع میشینه، استفاده میکنه، کتاب میخونه یا مطلب بنویسه، اونجا زندگی از ترکیب پرانا با اون آگاهی یک حلقه زندگی ایجاد میشه. و بنا به گفته یوگی های باستان، پرانا حلقه واسط بین روح یا آگاهی مرکزی با جسم ماست. یعنی تا زمانی که پرانا هست، اون آگاهی مرکزی و روح تو این تن هست. و وقتی که پرانا این جسم رو ترک میکنه، اونم از این بدن بیرون میره. ما هر چیزی که میل میکنیم درش پرانا وجود داره. و اونجایی که غذا وارد معدمون میشه، هضم میشه، وارد خون میشه، در خون عنصر کربنش با اکسیژنی که نفس میکشیم ترکیب میشه، اونجا پرانا تولید میکنه. و باید به این نکات آگاه باشیم کاملا و همیشه به این موضوع ما تمرکز داشته باشیم که پرانا یا انرژی حیاتیه که میتونه بازده کار ما رو افزایش بده. ما اگر هر ایده‌ای تو زندگی داشته باشیم، هر هدفی داشته باشیم، هر درخواستی داشته باشیم، زمانی که انرژی حیاتی کافی داشته باشیم، با سهولت به اون ایده ها و اهدافمون میرسیم. و اگر نداشته باشیم این کفایت انرژی حیاتی رو، همیشه در تضاد و آرزوی داشتن اون عوامل ما به سر میبریم که یک موجود دوگانه میشیم. از این بابته که خیلی خوبه ما بتونیم همیشه با فنونی آشنا باشیم و زندگی بکنیم که میزان انرژی حیاتی ما رو در سطح راضی کننده بالا نگه داره.